ری مجبور میکند شوهر خیش شوهر مجبور میکند که کودک میزوی کودک اپای مانده میتی خالای مانده میتی مومای مانده میتی این خیلی گپا میشود. من خودم شاهد هستم که یکی ای خیش تبروی مو کودک دویم کودک تا گفت تو خالم بمیتی و ما چقدر دویم کودک ما ولی من نه یک تا دارم موزی دویم من سه تا چهار تا بوشت تیم اگر نکنی گفت تو قطعا من از تو زویدم. این خیلیش شاهدش بودم که من 5-6 سال او زن کودک تولد کرده نمیتونه که زن شوهر اجازه نمیده که تو نموندی گفته. این خیلیش شاهد بوده. برای وای من میگم که مادرها رفته از صغیر خونه گیرن که وای دوجه چخل کلون میشه نمیشه بگذار وای دا مادر شون. نیست مادرایی که بیزوری دا کلون میکنن بگذار ای صغیر خونه بگیرن. ما قطعا من میکنم که خیش تبور گیره. برای چی میگم که خیش تبور ما وای ای دلسوزی میتیه. ما شاید یک چیز هستم که در کلوب اپا خواهر اپا بیزوریات بود خواهر وایده دختر خچه داد. وقتی دختر مکتب خون میشوه خواهر داره 4-5 تا کودک کم بیزات های فرزند خود چه داد یکم خونیش ده کور به سود بازی رسید. اپا مجبور شد که از کلوب باید دیگه شهر رود. یخیلش میتیه فرزندش بعد پشیمان میشوه اونجا اخیرش کیرویا میکنه که برای من فرزند کنم تو خواهرش است و شناسش است تو فرزند داری من ندارم برای من فرزند کنم چی نظر داری؟ هستم که برای خاطر مثال اپاش تولد کرده میتیه لیکن بعد میشه که بینشون بحث ما خیلیش فهمدگی دیدگی خیلی بود یا همسایه اپاش تولد میکنه خواهرش چندین سرسال به فرزندش میتیه لیکن آخر اپاش فرزندش گشته میگیره. ای تربیه دور مونده ای مهری پدر و مادری دور موندگی البته وای باید که ایتون خونه بگیره اینی که ای خیش تبور میگیره که وای همه جهته با فکر شخصی خوب نیست چون که وقتی که وای با بویه میرسه وای پدر و مادر خودش میشناسه همه اون کسی که او رو به تربیه گرفته به فرزند قبول کرده که وای یک عمر همیشه ناامیدم میمونه لیکن اگر که ایتون خانه بگیره باز هم خوبتره که وای ثوابی همه جهت ثواب میگیره.